السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. استاد امیدوارم که خوب هستید. الحمدلله. فرمایید برادر. استاد یک دو سوال داشتیم. یکمین سوال ما چنین بود که همین چطور وقتی شبانگاه خود را به ترتیب دراریم. مثال اگر وقت شب کوتاه باشد آسان است، یعنی که به نماز تهجد خستن یا اینکه پیش بعد بامداد چقدر وقت را برای رزق بسیار شدن یعنی که جدا کنیم. اما آنکه اگر شب که کوتاه است، مثال در جایهای ما ساعت 11 یعنی که 23 به خفتن می شود و ساعت 2 به اذان بامداد میگویند. ما تهجد به اگر خیزیم، اگر که ساعت 1 و نیم به ما تهجد را میخوانیم، بامداد را میخوانیم، یعنی که بعد خواب میکنیم برای کار رفتن. یا اینکه ما خواب نکرده خودی با تهجد انتظار شده بامداد را خوانده بعد خواب میکنیم که وقتی ما اینه که برای همین وای آفتاب را برآمدنش یا کمی انتظار شدن نمیماند. انشالله میفهمانید همین را. بله، شخصی مسلمان باید وقتش را احتیاط کند، ضایع نکند. وقت قیمتترین چیزی که الله تعالی برای بنده داده است و وقت نعمتی است که دیگر باید بازپس گرفته نمیشد، یافته نمیشد. روزی که گذشت دیگه تا قیامت نمی بیاد. خلاصه از آن روز پر را محروم میشد انسان و باید ترتیب خوب داده شود. خوابی بعد نماز خفتن بسیار خوابی به صفت است. خوابی که حتی 1 ساعتش میگن قوت 7 ساعت میدهد. گویا 7 ساعت خواب کرده باشد. و اصلا بعضی علمای روح میگویند که انسان باید در یک شبانه روز 24 ساعت خواب کند. به معنای 1 ساعتی بعد خفتن 7 ساعت، 1 ساعتی بعدی 6 ساعت. مثلا خوابی بعدی نماز بامداد اگر 1 ساعت خوابید قوت نمیگیرید، برعکس قوتتون کم میشد، از خواب خسته شده میخیزید. یعنی بسیار آدم‌ها بعد نماز بامداد خواب میکند با مقصد قوت گرفتن، لیکن اونجا قوت نمیشه. اون وقتی عمل است، وقتی خواب نیست. همین وقتی ورزش هم بعضی همین دانشمندا میگن که بعد نماز خفتن یا شام بیگاه با ورزش کردن فایده نمیکند. میگن بسیار کارهایی هست که سحر به گذاشته شود باید. خاصتا آدمی که به علم سر و کار دارد، وقتی بسیار تیزی ذهن است، وقتی فراغ قلب است، بعد نماز بامداد برای حفظ قرآن، برای علم آموختن و حتی برای کارهای جسمانی باشدم بسیار وقتی مبارک است. و پیامبر صلی الله علیه وسلم به سحری امتشان دعا کردند: اللهم بارک لی امتی فی سحورها. ای الله برای امتی من در سحریش برکت ده. سحری این پیش از نماز بامدادم بس کلمه سحری میداره. بنابراین افطار سحریه که شخصی روزدار سحری میخورد همون سحری نامیده شد، برای اون که پیش از اذان بامداد چی کرده میشد. لیکن بکره فی بکوریها این سحری نیست. بکور این علاقه بعدی بامداد، وقتی بر وقت، یعنی بعدی بامداد خاصتا تا برآمدن آفتاب بسیار وقتی مبارک است. یعنی این وقت رو باید بنده ضایع نکنه. اگرچه مثلا شب کم خواب کرده باشدم، 2 ساعت 3 ساعت گاه خواب کرده باشدم، المهم شب خواب کند. خوابی شب این فایده های بزرگ دارد. بعد روزانه به کمبودیش مثلا بعد پیشین خاصتا بسیار خوب است 1 ساعت 2 ساعت اگر شبانه کم خواب کرده باشد بعد پیشین، یا قریبی های پیشین مثلا ساعت های 11 تا پیشین 2 ساعت 3 ساعت اگر کمبودی داشته باشه میتونه همین وقتا خواب کنه. خلاصه وقتی خدا ترتیب دادن در کار برای موفق شدن. و بعدی خواب خستن در حال به تلفن نظر کردن در کار نیست.
همه هوس و تمامی بردمیت رو میگیرد تلفن. و اینچنین تلفن که همراه خواب کردن، شب میره در جوگه خواب تلفن تماشا میکند، این ضررش است برای سحر خیستن. و سحر خیستن زمان یکم کاری که میکند تلفن میبینه، این هم ضررش است. بله، این بلای عصری ما هست. از یک جهت فایده است، اگر از آدم های پیش گذشته این احوالی ما ببیند گویا معجزه میگوید که از خانه نشسته علم گرفته میشه، از خانه نشسته همه چیز دیده میشد. لیکن با خودش موافق ضررها هم دارد. بله. استاد ما درست نفهمیدیم، یعنی که اگر ساعت 1:30 به تهجد خیزیم، ساعت 2 به بامداد است، ساعت 23 به خفتن است، یعنی که 2 به اذان بامداد است، یعنی که ما یا تهجد رو میخوانیم، بامداد رو میخوانیم، خواب میکنیم، یا بامداد به ساعت 2:30 میخیزیم و همون از فضیلت یعنی که صبح فضیلت میگیریم. کدامش بهتر است؟ یعنی که همین چطور ترتیب دیم استاد؟ اگر این فقط در فصل تابستان باشد، میتونید یعنی در فصل تابستان کمی خواب کنید و تهجدتون روزانه خوانید یا بعدی شام خوانید. تهجد اصلا بعد یک مرتبه خواب کردن هست، لیکن نماز شب این وسیع‌تر است، از تهجد کلانتر است. نماز شب بعد نماز شام هم میتونید مثلا خوانید 8 رکعت. یا اینکه اگر رفت و خوابتان برد نتونستید، این در صورتی آن آدمی که نیت داشت و خسته نتونست، این آدم میتوند بعد آفتاب برآمدن، پیامبر صلی الله علیه و سلم گفتند کدام آدمی که از تهجد خوابش برد، مثلا تهجد نیت کردید خوابتان برد نتونستید خسته، اگر بعد آفتاب برآمدن هم تهجد خوانید، الله تعالی همین قدر اجر میدهد که گویا وای در شب خواندید. خیلی اگر موقتا باشد 2 ماه 3 ماه میتونید یعنی تهجد نخوانید، باز انشالله فصل تیر ماه آمد با اون طرف میخوانید. مثلا بینید ده آدمی که بیکار باشید، روزانه کاری جسمانی نداشته باشید، خوانید، روزانه استراحت می، روزانه کاری مثلا بردوام کاری ساعت 8 باید کار رو میرفته باشید، خواب کنید. در این حالت بینید ده ثواب تهجد، فایده تهجد فایده اش لازم است. لازم یعنی فایدهش فقط برای خودتون است. اگر کاری که میکنید فایدهش متعدی باشد، یعنی فایدهش هم به شما هم به دیگر کس باشد، و مقدم میگیرید در این خیل صورت ها. العلم ان تعرف خیر الخیرین و شر الشرین. علم این است که دو کاری خیر کدامش خیرتر اونش دانی، کدامش ثوابش بزرگتر است. و اینچنین کدام گناه، دو گناه هست کدامش از همدیگریش بزرگ بودنش دانی، همین علم است. علم این نیست که فقط شر از خیر جدا کرده دانی، نان حلال است عرق حرام است، این همه میداند. لیکن علم این است که جدا کرده توانی سبحان الله ثوابش بزرگ است یا استغفر الله ثوابش بزرگ است. مثلا یا چه خیلی که از شما گفتید که نماز تهجد خوانیم یا مقصد بعدی بامداد تا آفتاب برآمدن بیدار خوابی کنیم، هر دوش هم خیر است. نمازی که در تهجد خوانده میشه ثوابش عظیمتر از بناهن به قول جناب رسول الله صلی الله علیه و سلم که گفتن که بهترین نماز بعد نماز فرض نماز شب از نمازها گیرید. وقتش هم وقتی هست که الله تعالی میفراید، میاد که کی دعا میکنه من قبول میکنم، کی چیزی میپرسه من میدهم، و کی عبادت میکنم من قبول میکنم. خیلی اگر بر زمین اگر با 1 ساعت دیگه تا آفتاب برآمدن هم نشسته، بعد آفتاب برآمدن 2 رکعت نماز ضحی خونده بعد خواب کنید، نوران علی نور میشد، جمع بین فضیلتای میشد. بینید وضعیتتون. به هر حال این از این آدم به این آدم فرق کنه. مثلا یک آدم معلم قرآن است، ساعت 8 در مسجد حلقه دارد، بچه‌ها میبیاد، اگر رفت تو تهجد خواند در همین خیلی شبای تابستانی درس ضایع میشده باشد، درس بهتر از تهجد.
اصلا انسان همشه جمع کردنش را کرد، وقتش خوش رو ترتیب دادنش را کرد که یه عبادت به یه عبادت خلال نرسونه. لیکن در صورتی از دستش نیستین، از امکانیت خودش نیست باشد، در این صورت عملی که فایدهش به دیگرها میرسد او یه ثوابش کلانتر است از آن عملی که فایدهش تنها برای خودش است. بله.